یا رسول الله من خودم هم هلاک شدم و دیگران را هم هلاک کردم. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که چه کار کردی، مگر چی شده؟ در جواب اون مرد گفت که بله، در روز رمضان در هنگامی که من و همسرم هر دو تا روزه بودند ما مرتکب مقاربت شدیم و با همدیگر نزدیکی کردیم. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل من مواردی رو از شکننده های روزه و مواردی که روزه رو باطل می کنند خدمت شما بیان کردم. در این جلسه هم انشاءالله مواردی دیگر رو در این زمینه بر مطالب قبلی خواهم افزود. یکی از شکننده های روزه که مورد اتفاق تمام مذاهب و تمام علما و فقها هست، حیض و نفاس هست که قبلا اینو من در آغاز این سری مباحث خدمت شما عرض کردم که خانومی که در حالت عادت ماهیانه باشد یا دوران بعد از زایمانش باشد، اساساً بر چنین فردی روزه فرض نیست و نباید روزه بگیرد و اگر هم روزه بگیرد روزهش قابل قبول نیست و بعد از این که عادت ماهیانش تمام می شود حتما باید قضای اون روزه ها را دوباره به جا بیاورد. و فرضاً اگر خانومی در ابتدای فجر در شبش سحری خورده بود و نیت روزه بود، در وسط روز مبتلا به عادت ماهیانه شد، این هم یکی از شکننده های روزه هست و این روزش در واقع روزش باطل شده و به جای این روز یک روز دیگر را باید روزه بگیرند. و همچنین جمهور فقها بر این عقیده و بر این نظر هستند که اگر کسی قبل از غروب آفتاب یا بعد از طلوع فجر، فرض بکنید یک فردی به گمان این که آفتاب غروب کرده یک چیزی را خورد یا نوشید، یا این که گمان میکرد که هنوز بامداد ندمیده، فجر هنوز ندمیده و هنوز در واقع به گمان خودش سحری میخورد، اما بعدا مشخص شد که در واقع فجر دمیده بوده. جمهور علما در این موارد هم معتقد به این هستند که چنین افرادی روزهشون شکسته و این روزهشون محسوب نمی شود، گرچه که حکم امساک همچنان باقی هست، اجازه ندارند که بخورند، منتها به جای این روز باید یک روز دیگری را روزه بگیرند. اینها مواردی هست که جز شکننده های روزه هست که در این موارد فقط کافی هست که انسان یک روز دیگری را به جای اون روزی که روزش را شکسته یا باطل شده یا به تعداد اون روزهایی را باید روزه بگیره. اما یک موردی هست که بسیار حساس هست و بسیار سنگین هست که علاوه بر این که قضای اون روز را انسان باید بگیره، یک نوع کفاری هم در این زمینه وجود دارد و این در حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه این مطلب کاملا بیان شده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که ما در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم که یک فردی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم که و عرض کرد که یا رسول الله هلکت و اهلکت، یا رسول الله من خودم هم هلاک شدم و دیگران را هم هلاک کردم. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که چه کار کردی، مگر چی شده؟ در جواب اون مرد گفت که بله، در روز رمضان در هنگامی که من و همسرم هر دو تا روزه بودند ما مرتکب
مقاربت شدیم و با همدیگر نزدیکی کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند در اونجا و سوال کردند از این فرد که هل تجد رقبة، آیا توانایی داری که یک غلامی را آزاد بکنی، برده‌ای را آزاد بکنی که کفاره این گناهت بشود؟ اون فرد عرض کرد که یا رسول الله من کجا و برده کجا، من این توانایی رو ندارم و این اندازه وضع مالیم خوب نیست که بتوانم برده‌ای رو بگیرم و آزاد بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فهل تستطیع ان تصوم شهرین متتابعین، آیا میتونید 2 ماه پی در پی روزه بگیری؟ اون فردم عرض کرد که یا رسول الله این بلا و مصیبتی که بر گردن من افتاده و این گناهی که من انجام دادم این به خاطر همین روزه بوده. اگر من میتونستم خودم را کنترل بکنم که دچار این گناه و معصیت نمی شدم. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا میتوانی 60 مسکین را غذا بدهی؟ باز هم اون صحابی عرض کرد که یا رسول الله من چیزی رو ندارم که 60 مسکین را غذا بدهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند در اون مجلس، یک فردی یک خورجین خرما آورد در محضر ایشان و تقدیم کرد به همون جمعی که نشسته بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه شد و صدا کرد، گفت اون فردی که سائل بود و این مسئله فتوا میخواست و این جریان برایش پیش آمده بود کجاست؟ اون فرد دستش رو بلند کرد که منم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این خرما رو بگیر ببر تقسیم بکن و اینها را صدقه بکن به خاطر کفاره گناهی که انجام دادی. اون صحابی عرض کرد که یا رسول الله در میان شهر مدینه از خود من و خانواده من فقیرتر وجود نداره، من اینها رو به چه کسی بدم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم لبخندی فرمودند، تبسم نمودند و گفتند خب اینها رو ببرید و خودت و خانوادهت بخورید. این حدیث مستند یک حکم شرعی هست و اون این هست که هر کسی در هنگام ماه مبارک رمضان در لحظاتی که روزه هست خودش و همسرش اگر با همسرش مقاربت و نزدیکی بکند و بدین وسیله روزه خودش رو بشکنند، این در واقع هم مرتکب گناه شده باید که توبه بکند، هم روزه خودش و هم همسرش در صورتی که در واقع این گناه را با اختیار خودش انجام داده باشه روزهشون هم شکسته. و اضافه بر این قضایی بنابر دیدگاه عموم فقها قضا هم بر اونها لازم هست، یعنی یک روزی رو باید به جای این روز حتما روزه بگیرن و اضافه بر همه این موارد کفاره هم لازم هست. یعنی این که این مواردی که ذکر شده یا این که برده‌ای را آزاد بکند، اگر برده‌ای را ندارد 60 روز را به صورت متواتر و پی در پی که 2 ماه کامل باشند 2 ماه کامل رو روزه بگیرد و اگر نمیتونست 2 ماه رو روزه بگیرد این است که 60 مسکین رو باید غذا بدن. به هر مسکین باید به اندازه 1.5 کیلو غذا بدهد، 1.5 کیلو گندم باشند یا جو یا از موارد دیگر. این مورد جزء مواردی هست که جزء شکننده های روزه هست و منتها در این مورد علاوه بر این که بر انسان قضا لازم می شود که یک قضایی را باید بیاورد، یک روزی را اضافه بر این هم روزه بگیرد، اضافه بر این لازم هست که کفاره را هم پرداخت بکند و هم روزش می شکند و هم گناهکار شده زیرا که بی حرمتی کرده به روزه ماه مبارک رمضان و باید توبه بکنه. اینها مجموعاً مطالبی بود درباره شکننده های روزه و مواردی که روزه را باطل می کنند که بر 2 قسم تقسیم می شوند. نوع اولی که من در جلسه قبل بیان کردم و 2 موردی که امروز بیان کردم. در این موارد فقط قضا وجود داره، یعنی این که یک روزی را که روزه شکسته یک روز دیگری را باید به جاش روزه بگیرین و فقط در موردی که شکستن روزه با همبستری و نزدیکی با همسر بوده اضافه بر این که قضایی باید بیاورند یک روزی را 2 ماه پی در پی را باید روزه بگیرند و اگر نمیتونستند که روزه بگیرن این از حکمش این است که 60 مسکین رو هم غذا بدهند. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما هم بود و مطالبی دیگر، تمام شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.